یه توپ دیگه توسط هاتو. گارناچو. آموریم باش کنار نیومد در منچستر و سرانجام جدا شد. حالا یه موقعیت خوب. پدرو نتو و گل دوم. پدرو نتو نتیجه رو 2-1 میکنه. دو تا تعویض آقای انزو مارسکا، یا به عبارت صحیح تر 2 تا از تعویضیاش موفق میشن 2 گل چلسی رو بزنن. چلسی یه بار دیگه جلو میفته. پدرو نتو نتیجه رو 2-1 میکنه. مرور صحنه کایسدو خیلی خوب بود امشب. کایسدو این پاسی که دادن به پدرو نتو تا او بتونه دروازه رو باز بکنه. نگاه کنید چقدر قشنگ و زیبا سانتوس چه پاسی بهش داد و اینجا دروازه برای بار دوم باز شد. حالا کاردیف باز هم حمله خواهد کرد. توپ خورد به مدافع این تیم و سرانجام در چارچوب دروازه قرار گرفت. یه مروری بکنیم روی عملکرد